اول کدوی مکتب میخونه کدوی درس میخونه باید درس چه بخونه سپارسمنی که مثلا درس نمیخونه چی نمیخونه حضور نمیشه برام یک پریوم و کدا یا اودار زدن باید اودام باخل باشه وقتی اودام که مکتب خوندگی اونیورسیت خوندگی مثلا اودام به یک اودار هم دهخونی پارت بگه بزنم اودامی که مکتب درس خوندگی مثلا با عقلش کنم فکر میکنم میگه گریختن در کنه مثلا ایگه خالی زدن داره باید شما اول درجه مثلا مکتب تونه بخونید پدر مادرتون رو گوش کنید مثلا دعای پدر مادرتون رو بگیرید دعای استاد همه وقت بگیرید دعای معلمه بعد مثلا مشدن وقتی که مش اومده وقتی که پدر مادر یک خیلی سمود میکرد مثلا 10 سم 5 سم 20 سم میای رحپلی میکنی میای دروغ در اینجا همی از ساعت من خیام خیلی میکنی میبروی میری نه وقتی راست اومدی مش اومدی راست اومدی راست اوتاد ترا باور کرد اوچاد باور کرد اکتاب بودار باور کرد مش گروی کرد باید بیای 2 ساعت مش کرد 2 ساعت مش کرد باید دم نگیری بعد مثال زور ترکات مثال افتی ترکات باید مثال نوی چوکو را یاد تینی کنه که نوی چوکو در زال ما بزنم شه نه وقتی که زال اومد اونجا اوله شما میشه وقتی که زال درماد یک بیا اکای دودار باید نخلی باشه در زال مثال در زال جورای بهترین برادر بهترین در زال میوی در کوچه و داویجا و داوجا نمیوی فهمتی؟ بعد بسیار چمپیون میشه یک بار 2 بار مدال میگیری باید تکبر نشه نگو که ما یک 2 بار زدم 3 بار زدم 4 بار زدم نه باید هر یک وقتی که تو مدال میگیری هر یک وقتی که تو مثال چمپیون میشه تو باید با یک بار 2 بار 3 بار با مشقات زیادتر کنی فوکس زیادتر کنی شاوگردی نکنی جورابازی نه آدم جوراباز شاوگرد سپارسمن زور شده نمیتونم من سالوش میشه که من یکم جورا نمیدم نه جورا نه چی من زال خونه با بدک موهایش که رحپلی نداشتیم 20 گرادوس خونکی در مثال زمستان حال بسیار مسکا رفتگی نیست 40 گرادوس خونکی بود کراسوفی تابستان داشتیم من 2 ساعت فقط راه نرفتم 2 ساعت میومدم شکای آب میشد هر شب مثال نسکی ما بچه خواب میکردم با فین نمیدونید چه با فین خواب میکردم کراسوفی ما که پگه بخیزم زال برم من نگفتم که من ندارم من بسیار پام تر میشم من کسل شدم من شدم من میرفتم زال مقصد مهنت میکردم مش میکردم بسیار و الله امید داشتم که یه روز مثال میشم نه روز نشید هم خیلی من رنگ شما بدونیم که در زال مش میکردم با یکم آدم ها دیگه چمپیون میشدن میامدن زال هم که ما را نصیحت میکرد بچه ها ولی ممکن ایبانی شما اینجا 100 کس باشه 90 تا چمپیون شوید فهمیدی؟ ممکن 80 تا شوید ممکن 50 تا شوید کدام که اصلا مهنت میکنه همین بودکی مثال بود از شما کلانجنه باید بای جورا رسیدیم خیلی باید اکای واسه استیج نکرد ایزا شکرم انشالله های باید دیگری در یویسی اکای واسه ممکن داولاوی ما باشه و مثال چکنیم بهترین راهی من تمرینم من اولش تکیه به الله میکنیم دیمش با روزش میشه 3 مشق میکنیم روزش میشه 4 تمرین میکنیم ما مهنت میکنیم و موفقیتش از جون الله